نمیگذارم به خاطر که نگاه نمیتونم. اینی موضوعاتی است که یقینا ابلیس لعین چقدر کار کرده، در ذهن مردم چی گپا را انداخته. سعی کنه به شیوهی که او خود در اینجا بری فکر میکنه، امی عذر بری خود معقول فکر میکنه که این عذر معقول است و ای را یکی از جمله شاخه های دینداری خود تلقی میکنه، حالان که این جنایت بزرگ است. تو از ابتدا و از الحال در صددی عزیزی که باید گناه بکنی، به این خاطر تو حج نمی کنی، حالان که انجام فریضه حج این قوت طلب داره. چرا در حج بعضی مراسمی است ازدحام و انبویی خیلی زیاد است، چیزی سفری داره، انجام مراسم یک نوع قوت می طلبه. از امو خاطر است که اکثر ریش سفیدای ما میره حج به طور کامل به سر رسانده نمیتونه، بلکه این را خب بگذار شما باور به الله بکنه. پیش یک حاجی صاحب که خیلی ضعیف بود رفته بود، مردم مانده نباشی، او میگفت که الله مسلمان اوجا نبره. بیچاره از دستی که آزار اذیت دیده بود، چرا که توانمندی نداشت، فکر میکرد که اگر به این دعا را بکنم به مردم این خیلی خوب است که الله متعال مسلمان اوجا نبره. اینی حالت ماست، اینی وضعیت مردم ماست. از او خاطر کسی اقدام برای انجام فریضه در حالت جوانی خود نمیکنه. از مرگ خود بترس که تنها روی بگور، با منکر و نکیر جوابت دادنیست. چون حضرت رسول خدا در جهان نمان، چون حضرت رسول خدا در جهان نمان، کس را چی اعتبار که بنابود بودنیست. از گوش خیش مشنوی که آن فلان نمان، در گوش دیگران خبرت هم رسیدنیست. این نام زندگی که نهادن مر تو را، این نام زندگی که نهادن مر تو را، جای حیات نام تو میت نهادنیست. بر پول سران دوزخن افتند گذر یقین، بر پول سران دوزخن افتند گذر یقین. اندازه گناه عذابت کشیدنیست. سعدی در این قفس که توان داشت مرغ را، سعدی در این قفس که توان داشت مرغ را، آخر قفس شکست و مرغ پریدنیست. آخر قفس شکست و مرغ پریدنیست. در لحد سهمناک زیر سرم خشت و خاک، با کفن چاک چاک بار خدایا ببخش. دنیا طلبیدیم به مقصد نرسیدیم، آیا چه شوند آخر دینا طلبی ما. ام خدا خواهی و ام دنیای دون، این محال است و خیال است و جون. از مرگ خود بترس که تنها روی بگور، با منکر و نکیر جوابت دادنیست. چون حضرت رسول خدا در جهان نمان، چون حضرت رسول خدا در جهان نمان، کس را چی اعتبار که بنابود بودنیست. از گوش خیش مشنوی که آن فلان نمان، در گوش دیگران خبرت هم رسیدنیست. این نام زندگی که نهادن مر تو را، این نام زندگی که نهادن مر تو را، جای حیات نام تو میت نهادنیست. بر پول سران دوزخن افتند گذر یقین،
بر پول سران دوزخ افتند گذر یقین اندازه گناه عذابت کشیدنیست سعدی در این قفس که توان داشت مرغ را سعدی در این قفس که توان داشت مرغ را آخر قفس شکست و مرغ پریدنیست آخر قفس شکست و مرغ پریدنیست در لحد سهمناک زیر سرم خشت و خاک با کفن چاک چاک بار خدایا ببخش دنیا طلبیدیم به مقصد نرسیدیم که مسلمان باشه آفرین عاقل باشه و میقات مکانی رو در نظر بگیره و دیگر میقات زمانه یعنی زمان میقات مکانی چی مانه؟ یعنی خود بیت الله شریف مکانش این میقات مکانی است و میقات زمانی و زمانی هم زمان در ماه ذوالحجه قبلی یک 3 شرط داشت که اولش اخلاص بود که خاص به خاطر رضای الله جلاله باشه دومش سنت که به طریقه رسول الله باشه و سیومش هم اموالی که مصرف میکنه از حلال به دست آورده باشه با این حال یک گپ دیگه است که حج علما میگن 3 قسم است خب اینو متوجه باشین حج غالبا 3 قسم انجام میشه یکی حج افراد است او را مفرد میگن و یکی حج قران است قارن میگن و یکی حج تمتع این حال غالبا ما و شما در افغانستان حج تمتع میکنیم آیتی توحید بینم بر در و دیوارها آسمان ها کهکشان ها ثابت و سیارها الله 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 شاهدانی بر وجود خالقی یکتای خویش بحر و برها درها دریاچه ها کهسارها آیت توحید بینم بر در و دیوارها. بریم سر فرایض حج. اول حج 4 فرض داره. چند فرض داره؟ 4 فرض داره. اول فرض حج چی است؟ احرام است. صحیح است نه؟ دوم فرض حج وقوف در عرفات است. وقوف در عرفات. این کل فقهای 2 فرض اتفاق دارن. سوم فرض حج سعی است. سعی بین صفا و مروه. چی است؟ سعی بین صفا و مروه. و چهارمیش طواف فرض. این سر فرایض حج نه؟ فرایض حج چند تاست؟ 4. چند دانه است؟ 4. اولش احرام بستن است. چی است؟ احرام بستن است. احرام بستن است. دومش در عرفات. وقوف در عرفات. وقوف در عرفات. سومش طواف فرضی و چهارمش سعی بین صفا و مروه. سعی بین صفا و مروه. واجبات حج فرایض خلاص شد نه؟ این حال میایم سر واجبات حج. اول واجبش بستن احرام قبل از میقات برای کسایی که طیاره هستن و از میقات برای کسایی که پیاده میرن. مثلا فکر کن این منطقه میقات است نه؟ این منطقه میقات است. این حال مثلا ما در موتر میام یا پیاده میام مثلا میفهمم این میقات خطش رسید پس همینجا میگیم احرام خدا بسته میگن. اما طیاره که چون تیز میره از این خاطر باید نیم ساعت پیش یا 1 ساعت پیش خبر میده که برادران میقات نزدیک است. باز در افغانستان چون حاجی‌ها در نیم ساعت نمیتونن در طیاره کالای خود تبدیل کنن در میدان چی میگن؟ عزت رو الله برای شما میگه که نتیجه یهدی قلبه. الله قلبتان را هدایت میدهد. قلب که هدایت پیدا کرد باز مصیبت میشه که هضم شود. قلب که هدایت پیدا کرد در نعمت ها سقوط نمیکنه. در نعمت ها سقوط نمیکنه. فإن تولیتم والله بكل شيء علیم. و الله جل جلاله به هر چیز عالم است. و اطیعوا الله. چی کنیم که قلب هدایت پیدا بکند؟
چی کنیم که ما به تقدیرات الله و به قضای الله راضی شویم و به او تسلیم شویم؟ راه چیست؟ و اطیع الله، از الله فرمان ببرید، و اطیع الرسول، و از پیغمبر فرمان ببرید. ده این راه عزتتان است. اطیع الله و اطیع الرسول. فان تولیتم، پس اگر رو گردانیدید فانما علی رسولنا البلاغ المبین، و جزی نیست که به پیغمبران ما فقط رسانیدن است. به پیغمبران ما فقط رسانیدن است که واضح برات بگه. اعمال تعلق به خودت دارد. فان تولیتم جمله شرطیه جزای محذوفی دارد که میشه فان تولیتم فقد ادا وظیفته. اگر شما رو گردانید، یقینا که پیغمبرای خدا وظیفه خود چی کرده؟ پوره رسانده. بنان فرد به امی عدم قبول هم مؤاخذه میکنیم. الله لا اله الا هو، الله آن معبود برحق، مستجمی تمام صفات کمال، ذاتی که قلبهای پرتپش را سکون میدهد، ذاتی که احتیاجات مخلوقش را روا میدارد. لا اله الا هو، نیز معبود برحق جز او. و علی الله، و باید به امر الله که مستجمی صفات تمام کمال است. فلیتوکل المؤمنون، باید توکل بکنن مؤمنان. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، و باید به الله توکل بکنن، اعتماد بکنن مسلمانان. چقدر زیباست. آیات های است که انسان را لامالال پر میکند از ایمان و از عظمت. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم و ان تعفوا و تصفحوا و تغفروا فان الله غفور رحیم. ولی الله جل جلاله برای ما و شما پیشکش. امروز زیاد هم مجربه سر چیز بود، خود سر مسئله فرایض و واجبات حج که بسیاری هم یه حجی ها که هست نه حج میرن، لکن مشکلش هست فرایض حج نمیفهمن، واجباتش نمیفهمن. خب تو فرضش نمیفهمی، واجبش نمیفهمی، شاید امور ادا کنه اما نمیفهمه که نمیفهمه. اما از پیش وقتی که نفهمید دیگه نمی فرض است، نفهمید نمی واجب است، بی تفاوت میشه آدم برش، بی تفاوت میشه و بعضی هم خود از پیش فوت میشه و سرش شاید حجش هم نشه. دیگه عالی خاصان است، باور بو که میره ما برشان هم تو به بسیاری حاجی صاحبا گفتیم، لکن با بسیار بی‌اعتنایی امور هیچ چیزی یاد نمیگیرن. اینا اگه مثلا حاجی صاحب یاد بگیرن، اینا فکر کو فرضای حج آسان. احرام بستن چی است؟ خدا می احرام در حج چی است؟ فرض است. یک فرضش. دوم فرضش چی است؟ وقوف در عرفات. این فرض دومش است. صحیح است نه؟ این احرام بستن قبل از میقاتی واجب است. بله. دوم واجبش که چی است؟ دوم واجب باقی ماندن یا شب تیر کردن در کجاست؟ در مینا. این دو شد نه؟ سوم واجبت که پیش میری تا غروب آفتاب روز عرفات در عرفات مانده. بله بله. این سه شد نه؟ بله. طواف فرضی است که بعد از ذبح حیوان و یه پا وقتی که طواف میشه اینی چی هست؟ این طواف فرضی است. دیگه مثلا چی هست؟ چهارمش سعی بین صفا و مروه هست. اگر چی علمای احنافی را میگن که واجب است، لکن جمهور علما چی میگن؟ میگن که فرض است. خب این قدر خودم مثلا برای یک حاجی ضرور نیست که باید این رو بفهمم. مثلا واجب اول ما شما گفتیم که امی احرام بستن در میقات یا قبل از میقات، یعنی که قبل از میقات باید چی باشه؟ احرام بسته باشه. صحیح است نه؟ این احرام بستن قبل از میقاتی واجب است. بله. دوم واجبش که چی است؟ دوم واجب باقی ماندن یا شب تیر کردن در کجاست؟ در مینا. این دو شد نه؟ سوم واجبت که پیش میری تا غروب آفتاب روز عرفات در عرفات ماندن. بله بله. این سه شد نه؟ بله. وقوف در عرفات فرض است و تا شام ماندن واجب است. آفتاب جزاک الله خیر. یعنی سه تا شد، سه شد نه؟ سه تا شد، چهار تا؟ چهار تا شد. بله. خب پنجمیش چی است؟ وقوف در مزدلفه است. بله. بله. این 5 تا شد نه؟ ششمیش جمرات است. صحیح است؟ صحیح شد؟ بله. ششمش جمرات شد. بله. هفتمش چی است؟ هفتمش امی ذبح
هدیه است. هدیه. همین هدیه که ذبح میکنیم. بله. هشتمش حلق یا قصر سر است. بله. بله. و نهمیش هم طواف وداع هست. یعنی 9 تا چی داریم؟ واجب داریم. یاد گرفتی باز بگو. بله یاد گرفتم. استاد واجبات حج 9 هستن. اولش بستن احرام قبل از میقات این واجب است و دومش وقوف در عرفات تا به شام، اینی بودن در مینا تا شام، شب تیر کردن در مینا این واجب است و دیگه وقوف در عرفات تا به شام اینی هم واجب است و چهارمیش در مزدلفه است. وقوف در مزدلفه است و پنجمش هم در مینا جمره زدن است. نه چی است؟ وقوف در چیز شد نه؟ وقوف در مزدلفه گفتم اینا خود جمره زدن است. جمره زدن جمرات سیگانه و بعد از او قربانی در قربانگاه رفتن است که ذبح هدیه است و دیگهش قصر یا کل تکدو بگیریم کم کردن موی یا قصر یا کل کردن موی این است و دیگهش هم سعی بین صفا و مروه است. واجب در زحناف است. در زحناف و آخریش هم طواف وداع است. طواف وداع است. الحمدلله که کار ویزا و کار پاسپورت همه چیزاتی که خلاص شد. اینال دیگه ضرورت است که من باید بعضی از سوداها را بخرم. سودا مثل احرام، مثل برس و کریم دندان، کمربند، چبلق، بکس، سامانه گپا گرفته شد. دیگه برای بیایچی اگر شب لباس های سفید و گپا بر از آن بخیر خریده بشد انشاءالله تعالی. این چیزا رو باید امروز بگیرم. الله 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 الله